48. خب دارن راه میرن. They are walking on the pavement or sidewalk دارن توی راه میرن. Jake, I'm sorry. عذر میخوام. When I suggested that restaurant, وقتی رستوران من پیشنهاد کردم, I had no idea it would be so expensive. شما چه میگین؟ میگین I didn't know it is. I didn't نمیدونستم انقدر گرونه. I didn't know it is so expensive. It's okay. ولی میگه I didn't know it would be. این از اون would be هستی دفعه توضیح میدم. ترم 4 خب نمیدونستم انقدر گرون در میاد. Oh that's okay. اب نداره. It was not that the restaurant cost so much. اینطور نبود که رستورانش گرون باشه. It was all the food you ordered. نه غذاهایی که اینقدر سفارش دادی گرون در اومد. Well, the steak was a little overdone. استیکش که زیادی پخته بود. So over fried زیادی سرخ شده. Overcooked, overheated زیادی داغ شده. Yeah, it's a good thing. آره ولی خوب بود که you had that 7-pound lobster. استیکش رو بعد داره ولی به جاش خرچنگ 3.5 کیلو و خوب 3 کیلو مثلا خرچنگ سفارش داده. انتقام رومی از قومیا ببرد بگیره. Well, you have to admit it went great with that second bottle of champagne. آره خب درسته گنده بود ولی با اون بطری دوم شامپین خیلی خوب به هم می اومدن. خب شامپین همیشه چیه؟ گرونه. خودش $10 $15 $20 یا $100 براتون حساب میکنن. دیگه همین کلاسی شد همیشه. 2 تا با یه 3 کیلو رفته دیگه حسابی انتقامه. خب you have to admit میگه باید اعتراف کنم که it went great. خب این به این میاد. It goes well. Okay? It goes well with your chef. It goes well. Okay. It میگه خوب میومد با اون بطری دوم شامپین به هم میومدن. I'll be honest. راستشو بگم I have never seen anyone, man or woman, eat that much. راستش تو عمرم ندیدم کسی اینقدر بخوره. بی‌طرف بیاد. I bet. شرط می‌بندم there is a whole lot you haven't seen. میگه شرط می‌بندم خیلی چیزاست ندیدی جیگر. حالا صبر کن تا آخر شب ببین چه چیزایی است که ندیده باشی. خب I bet. You bet. یا از میگه you bet شرط می‌بندی میگین که به جای البته میگین you bet. Can I have some napkins? You bet. It's a nice weather. You bet. Oh, it's horrible weather. You bet. Could you please help me? یه البته short. هیچ ربطی به bet نداره. وقتی کلیپیم ورد بعد مسنترا میگه که وقتی یه دو دستمال میشه میگه oh you bet. توی آسانسور میگه چقدر این هوا خوبه. It's amazing بوده میگه you bet. میگه شرط موندن سر هوا. اون نباید میگه بگوزیم که you bet یعنی که البته. اینو اگه با 10 سال باشیم تا یه جایی بگم همونقدر نفهمیم تا بفهم. خب پس میگه که شرط منم خیلی ساس نیدی جیگر. Oh, maybe I should have mentioned this before. شاید قبلا باید میگفتم. ترم 4 باید میگفتم ولی نگفتم. I should have told you. نباید میومدی. You shouldn't have come. ولی خب اومد. But whenever we get to the curb این اشتباه نوشته C-U-R-D. هر وقت میرسیم به این لب جدول If you could let me know, اگه بشه به هم بگی that would really be that would be about. یعنی خانم شکل میگه اگر میشه که هر وقت میشه که به هم بگی خیلی خوب میشد. That would be a big help. خیلی کمکم میکنه. چون نزدیک بود بیفته. He was about to trip. T-R-I-P. Fall down. Or he was about to trip. نزدیک بفرزن. خب. Oh, come on, to the Quran. How long are you gonna keep this up pretending to be blind? چقدر میخوای ادا دراری که کوری؟ دوباره keep this up. امروز 3 بار گوش کردین؟ فیلم ها هی گوش میکنین کم کم میبینی همه دیگه میگن keep this up به کار میبرن. خب چقدر میخوای ادا دراری که What are you talking about? I am blind. من کورم. Let me tell you something. بذارید بگم. This is one deal you are never gonna close, okay? گفته بود که تا که ادامه میده میگفت تا وقتی دیل رو ببنده دختران رو بر بزنه بره بخورتش. میگه ببین این از اون دیلاس نمیتونی منو ببندی مالیدی. This one deal you are never gonna. تو از اون دیلاس نمیتونی منو ببندی. And get rid of this stupid cane and these dumb glass. و اینا رو بنداز دور از شرشون خلاص شد تو که کور نیستی. Get rid of stupid cane عصای احمقانه و این دال احمقانه تر عینکای مسخره. Hey, what are you doing? I need those. من اینو میخوام. Please, Reggie told me everything. خواهش میکنم. دوست دارم همه رجی بهم گفته. Reggie فهمید تازه. Screw you, Jay. یعنی you force effort. Sorry. Shannon. Horns honking. خود horn میشه بوغ honk میشه بوغ زدن. Do not honk. Stop honking. بوغ نزنید. خود اون وسیله بوغ میشه horn. میگه بوغ ها میزنن. Oh. یه نفر میگه Hey, are you blind? Cool. Yes.
دوستان عزیز، در پایان این آدیو پادکست برای حمایت ما لطف بفرمایید کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید که ما بتونیم برنامه‌های بعدی رو هم در خدمتتون باشیم. با تشکر.